سلام حالتون چطوره؟ خوبید انشالله، خدا قوتتون باشه. یه چیزی میخوام بگم در مورد زندگی‌های امروز که خیلی هم میگیم زندگی‌های امروزمون نمیدونم فلان پر دردسره، پر از مشقته فلان. این داستان چیه؟ داستانی که انسان روز به روز داره پیشرفت میکنه، انسان روز به روز داره به سمت تکنولوژی ها میره. به خاطر همینه میخوام یه قرنه‌ای رو بهتون نشون بدم که ببینید انسان با چه سختی زندگی میکرده و اون موقع زندگی کردنش هم خیلی راضی بوده. اما متاسفانه ما امروزه هممون توی ساختمون‌های لاکچری داریم زندگی میکنیم و هیچ کدوممون هم قدر این داشته‌هامون رو نمیدونیم و بعضی موقعا ناشکری میکنیم. این قلعه‌ای که دارم بهتون نشون میدم به معروف قلعه بهستانه، یکی از آثار باستانی استان زنجان شهرستان ماهانشانه. حالا میرم از جلوترم فیلم میگیرم بهتون نشون میدم که کجا زندگی میکردم و با چه مشقتی. دوستتون دارم، بازم در خدمتتون هستم.